به نام خدا. داستان درخواست معجزه. روزی حاکم شهری از شخصی که ادعای پیامبری کرده بود و وی را نزدش برده بودند معجزه‌ای خواست. مدعی گفت بخواه هر چه می‌خواهی. حاکم گفت معجزه ابراهیم خلیل را ظاهر کن که آتش بر او گلستان شد. مدعی گفت من تازه پیغمبرم، قدری با من مدارا کنید و معجزه آسانتر بخواهید. حاکم گفت معجزه موسی را بیاور و عصا را اژدها کن. مدعی باز قدری فکر کرد و گفت این هنوز برای من زیاد است، قدری آسانتر بخواهید. حاکم گفت معجزه عیسی بیاور که مرده را زنده می کرد. مدعی گفت این را بلدم، ولی چون تازه کارم باید مرده تازه را زنده کنم. اجازه دهید این وزیر را بکشم و فوری او را زنده نمایم. وزیر گفت معجزه برای کسی است که ایمان به پیامبر نداشته باشد. من دیر زمانی است که به شما ایمان آورده‌ام. دوستان عزیزم، ممنون که تا پایان داستان همراهمون بودید. برای شنیدن داستان‌های جذاب دیگه میتونید عضو کانالمون بشید و با لایک و نظرات ارزشمندتون از کانال خودتون حمایت کنید. ممنون میشم که این کانال رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. موفق باشید.